بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. سلام علیکم دوستان عزیز. فرارسی این ماه مبارک رمضان به همه دوستا مبارکباد میگیم. حدیث در باره فضیلت روزه. عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ابو هریره الله تعالی از ایشان راضی باد روایت میکنند که رسول الله علیه السلام گفتند هر وقت که ماه مبارک رمضان فرا رسید درهای جنت گشوده می شود و درهای دوزخ بسته می شود و شیطان ها به غول و زنجیرها بسته می شوند. رسول الله علیه السلام در این حدیث فرمودند هر وقت که رمضان مبارک فرا رسید درهای جنت گشوده می شود. اهل علم در شرح این حدیث میگویند درهای جنت در حقیقت گشوده می شود. این از فضیلت، از برکت، از تعظیم و اکرام این ماه مبارک رمضان است که الله به خاطر بزرگی این ماه درهای جنت میگشاید. یکی از بزرگی و فضیلت این ماه این است که در این ماه قرآن بزرگ نازل شد، یعنی نازل شدن قرآن از لوح المحفوظ به آسمان دنیا آمد در یک بارگی. و دیگر فضیلتش این است که در این ماه خصوصیت این ماه که روزه فرضی از جانب الله در همین ماه فرض شد. استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مؤمنان فرض گردانیده شد بر شما روزه همچنانه که بر امتهای پیش از شما فرض گردانیده شده بود تا اینکه تقوا کنید، پرهیز کنید. برای همین فضیلت و بزرگی این ماه بسیار بزرگ است که در این ماه باز هم شب قدر وجود دارد. و غلقت ابواب النار و درهای دوزخ بسته می شود، محکم می شود تا اینکه بنده ها به سوی الله، به سوی عبادت الله رو بیارند، به رحمت الله رو بیارند. این رحمت الله قریب من المحسنین. یقینا که رحمت الله قریب است برای نیکوکاران. و در حیات روزمره ما میبینیم که هر سال که ماه رمضان فرا میرسد میبینیم هزارها انسانهای غیر مسلمان به دین اسلام رو میارند. هزار انسانهایی که دعوای مسلمانی دارند و فاسق هستند میبینی که در ماه رمضان رو به عبادت میارند. کارهایی که در شریعت منع است و کارهایی که گناه است، فسق است، عصیان است میبینیم که در ماه رمضان این کارها را ترک میکنند. ناسکش میبینیم که ناسا در این ماه یعنی میگذاره، ترکش میکنه. سیگارکش میبینیم که سیگارش در این ماه با وجودی که بسیار سختش میآید، سختش هست، با وجود همین ترکش میکنه به خاطر بزرگی این ماه. انسانهای زیناکار میبینیم که در این ماه از زینای خود دست میکشند به خاطر بزرگی این ماه. و الله مهربان میبینیم که به خاطر که این بنده در این ماه بزرگی این ماه فکر کرده، پیش رو آورده، این کارهای فسق و عصیان و گناه و معصیت خودشان ترک میکنن و الله هم یک نور هدایت در قلبش جا میکنه و میبینی که این انسانها در راه راست درست میشن و هدایت میابند. دیگر همین کارهای منع شده را، عصیان، گناه، فسق به کلی به پرگی ترکش میکنن. اینم از فضل الله است که در این ماه درهای دوزخ بسته شدگی است. اکثر انسان ها به طاعت عبادت الله رو میارند. در مسجد ها میبینیم مردم زیاد، حتی صفحات جا نمیشه. مردم ها در بیرون های مسجد عبادت میکنند، نماز میخونند، نماز تراویح میخونند، قیام اللیل میکنند. و صفدت الشیاطین، شیطان ها بسته میشوند. بعض انسان ها سوال میتیند که چه خیل شیطان ها
در این ماه بسته می شوند، در حالی که انسان هایی را می بینیم که باز هم در این ماه معصیت و گناه انجام می دهند. بعضی از اهل علم شرح دادن این حدیث، این قسمت حدیث به این معنا که اون شیطان هایی که استراق سمع میکنن، یعنی در مجلسی که ملائکه ها در آسمان دارن و شیطان های هستند که روی هم بالا شده رفته میخواهند که از اون مجلس ملائکه ها چیزی را از مصلحتی که برای بنده ها از آوردن رزق، آوردن اجل و دیگر کارهایی که از جانب الله امر میشن و ملائکه ها به زمین فرود میآیند برای اجرای امر الله، از اون مصلحت ملائکه ها میخوان چیزی را بدزدند. بعض انسان ها میگن که همون قسم از شیطان ها بسته میشن و بعضش میگن که شیطان های مارد، شیطان هایی که بسیار انسان ها را به گناه و معصیت وسوسه میکنند و میبرند، اون شیطان ها بسته میشن. علی کل حال در این ماه بسیاری از شیطان های مارد به قول بسیاری از علما بسته میشوند. شیطان هایی که زیاد انسان ها را وسوسه میکنند به گناه و معصیت، اونها بسته میشوند و این ما در هر ماه رمضانی که هر سال میآید این ما مشاهده میکنیم که اکثر انسان ها از گناه و معصیت دست میکشند. این همون است که اکثر شیطان ها انسان هایی را که به خاطر الله روزه میگیرند، به صدق، به اخلاص، به خاطر ترک کردن گناه و معصیت، الله هم این انسان ها را کمک میکند که این شیطان های مارد، شیطان های سرکش، این انسان هایی که خالص به خاطر رضای الله روزه گرفتند و کوشش کردند که در ماه رمضان گناه های کبیره را انجام ندهند، حتی انسان ها کوشش میکنند که گناه های صغیره را انجام ندهند، از تماشای اون چیزهایی که در اصل مشروع است، یعنی اجازت است، مانند اخبارها و مانند بعض فیلم هایی که در اونجا چیزهای حرام دیده نمیشه، اما انسان هایی را میبینی که در رمضان به خاطر الله حتی از همین کارهای مباح دست میکشن و اکثر زیادتر به تلاوت قرآن، به ذکر، به نمازهای نافله، نمازهای تهجد مشغول میشوند تا که ثواب و اجر زیاد کسب کنند. الله مهربان ما و شما و پدران و مادران ما و شما، گذشتگی ما و شما را از دوزخ پرنارش نجات ده و در جنت جاویدانش جا داده باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.